امروز همچنین رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای اشتراک در انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با اوچسکه انتخاباتی رقم 15 حوزه انتخاباتی اسماعیل سامانی رقم 2 تشریف آوردند. رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در اوچسکه انتخاباتی رقم 15 در اساس طلبات قانونگذاری مملکت در حضور مشاهدان ملی و بین المللی، نمایندگان حزب‌های سیاسی و واسطه‌های اخبار عامه داخلی و خارجی به خاطر آینده درخشان کشور، سعادت مردم، رشد باثبات و پیشرفت و شکوفایی باز هم افزون تاجیکستان صاحب استقلال آواز دادند. در انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ساکنان محله محمدالله خالوی ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه که اوچسکه انتخاباتی رقم 15 در حدود آن جایگیر است، چون دیگر شهروندان مملکت با احساس بلند وطن دوستی و افتخار از دولت و دولتداری اشتراک کرده به نامزد ارزنده آواز دادند. تذکر باید داد که در اوچسکه انتخاباتی رقم 15 حوزه انتخاباتی اسماعیل سامانی رقم 2 1490 انتخاب کننده به قید گرفته شده. از این شماره 17 نفرشان بار اول آواز می‌دهند.